فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید من شما را یاد میکنم. یعنی انسان در حقیقت نمیداند که در کدام از جز این جمله بسیارتر خرسندی کند، به سببش یا اینکه به نتیجهش. سببش که کلمه فذکرونی هست، پس مرا ذکر کنید، مرا یاد کنید، و نتیجهش اذکرکم، من شما رو یاد خواهم کرد. یعنی چقدر خرسندی است، چقدر خوشحالی است وقتی که الله تعالی در دل بنده نظر میکند و برای او ذکر خودش را در زبانش جاری میکند که این یک نعمت و عظمت الله تعالی نسبت به این بنده است. بعد از اون نتیجه رو تصور کنید که میگه که اذکرکم، من شما رو یاد میکنم. تصور کنید که شما نشستید تسبیح میگردونید و تسبیحتون رو میشمرید، هر باری که نام الله تعالی رو میگیرید یا اینکه به بزرگی یاد میکنید، به پاکی یاد میکنید الله تعالی رو. الله تعالی همونش رو دیده ایستاده است و در مقابل شما رو نزد فرشته‌های خودش یاد میکنن. یعنی اگر انسان رو رئیس، وزیر، منصبدار با آبروی اگر یاد کند، شاید انسان نامش رو گیرد، شاید از خرسندی انسان میپرد و شاید که خواب نرود شبانه که مرا فلانی نامم رو گرفت در بین جمعیت. اما اینجا نام تو رو الله تعالی بین فرشته‌های خودش میگیرد. خدایی که شاهنشاه است، ملک الملوک است، پادشاهی زمین و آسمان است، نام تو را میگیرد. خوشا به حال انسان هایی که زبانشان همیشه به یاد الله تعالی تر است.